بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، درس نوبتی عقیده است که پیشتر چه خیلی گفتیم درباره نماز خواندن از قفای امامی که گناهگار است یا فاسق است جایز است یا نه، درباره این صحبت کردیم و این چنین درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه اهل جنت را حتی در دنیا میشناسید صحبت کردن. در این باره هم یک کم صحبت کرده گذشته. امروز باز یک موضوع خیلی مهم است انشاءالله که در رفت درس با خبر می شوید. در مصرع اول یا گفتیم در درس امروزه ما امام طحاوی میگن ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرک ولا بالنفاق ما لم یظهر منهم شیء من ذلك و نظروا سرائرهم الی الله تعالی. و ما به یگان مسلمان مادامی که در ظاهرش کفر یا شرک یا منافقی را ندیدیم، وقتی که ندیدیم حکم نمی کنیم که این کافر است یا منافق است یا مشرک است. برای اینکه یک نفر رو کافر بگویی و یا مشرک بگویی و یا منافق بگویی همچون آفتاب دلیل روشنت باشد. به فکر من همین گونه هست که نمی شود در او کفر بر علا را دیدی، شرک بر علا را دیدی، نفاق بر علا را شاهد شدی، می توانی بگویی یک منافق است و مسلمان نیست. من خودم شاهد هستم از سخنهایش، از کردارهایش، اما مادامی که این را ندیدی به کسی شهادت نمیدی که او کافر است یا مشرک است یا منافق است. و میگویند و ما سرائر یعنی دلهای مردم را، باطن مردم را به الله حواله میکنیم. یعنی در دل مردم چی میگذرد، شاید کسی رو برای ما خودش را مسلمان بگیرد اما در دلش اصلا مسلمان نباشد، مثل منافقان مدینه. لیکن ما به ظاهر نگاه کرده حکم میکنیم چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به منافقین که در مدینه بودند حکم کفر هم ندادند و علیه آنها نجنگیدند، چون در آنها در ظاهرشان اسلام بود و حتی با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم به جهاد می برآمدند. و الله میگوید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. و چیزی که علم نداری درباره آن صحبت نکن یا به آن خودت رو مشغول نکن. درباره چیزی که درباره کسی که علم نداری که باطن او چی هست، چرا از پی او میشوی مادامی که این وظیفه تو نیست، مسئولیت تو نیست. اما بر علا در یک نفر نفاق رو دیدید، منافقی رو دیدید، حقارت کردن دین، مسخره کردن پیامبر، مسخره کردن حجاب، مسخره کردن قرآن، مسخره کردن ریش، مسخره کردن دو زنگی، هر چیزی که دیده در اینجا میگه نه این منافقی است که یکی خود را مسلمان میگیرد و در اصل حتی کفر هم از دهانش آشکار است. اما وقتی که ندیدیم درباره چی گمان میکرده باشد و این چی باشد و گویان درباره کسی خودمان را مشغول نمیکنیم، چون الله باز در سوره حجرات چی میگوید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از گمانهای زیاد خود را دور کنید. این بعض الظن اسم، بعضی گمانهایی که شما میکنید دروغ است. یعنی شما به گمانتان همین گونه حکم میکنید در حالی که در اصل این گونه نیست. یعنی ما در اسلام در شریعت چی قاضی باشد چی یک مسلمان باشد، ظاهر یک نفر را دیده حکم میکند. آنچه در قلب او هست، آنچه در داخل او نهفته است، و این الله خودش آگاه است و روز قیامت این الله هست که با او سوال و جواب میکند. بعد از این میگویند ولا نرى السیف علی احد من امت محمد صلی الله علیه و سلم الا من وجب علیه السیف. و ما شمشیر را یعنی حلال بودن کشتن کسی از امت پیامبر رو نمیگوییم. حلال نیست کشتن مسلمان از امت پیامبر مگر اینکه نفرانی که برای آنها اگرچه مسلمان هستند فرض شده هست که گردن زده شوند، که این کار هم کار قاضی است. این رو خودی مسلمان از پیش برآمده حکم نمی کند. یعنی یک مسلمان را به جرم اینکه کسی را کشت یا مرتد شد یا اینکه زنا کرد برای کشتن، که در اسلام در هر کسی که زنا میکند یعنی زن یا مردی که شوهردار یا زندار هستند و زنا میکنند خود اقرار میکنند یا 4 شاهد آمده در یک حالت آنها را دیده میگوید، یا اینکه یک نفری که بر علا مسلمان بود و از اسلام میگردد، یا اینکه هر کسی که
یک مسلمان دیگری را از روی ناحق میکشد، حکم او کشتن است، اما برای حکم او را صادر کردن به ما قاضی لازم است. امروز چی زیادن قاضی هایی که از پیش خود قضاوت میکنن، آره، اما در اسلام این کار قاضی است. وقتی قاضی نیست اینها به الله حواله میشوند، برای اینکه من و شما از پیش خود قضاوت کرده به کسی حکم رجم و حکم قتل نمیدهیم. و مسئله مهم امروزه درس به اونجا رسیدیم که میگوین ولا نرى الخروج على ائمتنا و ولات امورنا و ان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم و نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية و ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. و میگویند و مایان چونین میبینیم، یعنی عقیده ما چونین است که هر کسی که ائمه گفته یعنی امام ما باشد، امام مسلمان ها باشد، یا از ولات امور یعنی از امیرهای مسلمان ها باشد و او اگرچه ظالم باشد هم اصلا علیه او ما خروج نمی کنیم، یعنی علیه او مظاهرات نمی کنیم، همگی اون از بین رود گویان به پا نمی خیزیم. و عجیبش این است که حتی میگن و به آنها دعای بد نمی کنیم، یعنی به یک ظالم دعای بد نکردن رو هم آوردگی هستند که دربارش نمیدونم دلیلشون چی است. و میگن و ما دستی خود را از اطاعت آنها نمیکشیم، آنها را اطاعت میکنیم و در عقیده ما اطاعت یک امام مسلمان شرطش این است که امام مسلمان این اطاعت الله تعالی هست و فرض است، مادامی که آن امام یعنی آن ولی یا گفتیم آن از سردار مسلمان ها، امیر مسلمان ها مایان را به گناه امر نکند. یعنی مسلمان باید پادشاهش را، آره، امیرش را اطاعت کند و بر علیه او قیام نکند، بر علیه او مردم را نشوراند، بلکه به او دعای خیر کند که الله اصلاحش کن، الله نگاهش دار، به شرط آن که آن نفر مردم را به گناه دعوت نکنند. اگر مادامی که او به گناه دعوت میکند، یا در پایان در حدیث میخوانه مادامی که او نماز نمیخواند و عموما در ظاهرش عیان است که او اصلا دشمن دین است یا گفتیم عموما بدبینی به اسلام دارد، در این وقت او را اطاعت کردن اصلا درست نیست. و خواهران عزیز این یکی از مسئله های مهمترین هم عقیده هست و هم میتوانیم بگویم یک مسئله های هست که امروز مسلمان ها رو از اینکه چند فکر دارند و درباره هر یک پادشاه هر گونه عقیده هست و هر گونه حکم است و یک اختلاف آورده است. مثلا وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شمایان حدیث در صحیحین است، میگویند علی المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیة فان امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة. مسلمان باید امیر خود را یا پادشاهی دولت خود را اطاعت کند، گوش کند، سرخم فرو آورد، اگرچه بعضی کارهایی که خودش دوست نمی‌دارد اون را امر می‌کند، مگر در گناه. وقتی او را به گناه امر کرده می‌شود نباید پادشاه باشد هم او را گوش کنی یا سرخم فرود آوری. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بعد از شما یعنی بعد از من به سر شما امیرهای می آیند، سردارهای می آیند یا گفتیم رئیسهای می آرند که در آنها چیزهای شما می بینید که اصلا راضی نیستید. وقتی صحابه ها می پرسند بر علیه آنها شمشیر نکشیم، پیامبر می گویند نه مادامی که آنها در اهل نماز هستند، یعنی آنها نماز می خوانند. همین حدیث ها یا همین گونه متن هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند بر ضد پادشاه قیام نکنید، پادشاه را اطاعت کنید، آنی که سردار دولت است. و انشاءالله این صحبتی که ما داریم عیان است و آشکار است و به اذن الله در یوتیوب هم می رود. بعضی خصوصا به آسیای میانه نگاه کنیم خواهران عزیز، چه قزاقستان، چه ازبکستان، چه قرقیزستان، چه تاجیکستان، چه آذربایجان، این کشورها پادشاه دارند به نام مسلمان.
کسی نمازخوانی اینها رو دیدگی نیست. کسی دیده است نظربایف نماز خوانده باشد یا دیگر پادشاهای آسیای میانه نماز خوانده باشد؟ بر علا قانون‌های دارن که ضد اسلام است، مانند من کردن حج تا چند ساله، من کردن مسجد تا 18 ساله، من کردن حجاب در دانشگاه و در مکتب ها در کوچه نگفتند و باز میکنیم نمیکنیم، گویان در کوچه حجاب رو من میکنن یا نه. الان کمی متردد هستن، نمیدونم از چی چیز. اما قانون های هست که یا من کردن درس قرآن آموزانیدن به کودکان در خانه. یک استاد نمیتواند چه خیلی که در تمام دولت های مسلمانی، دولت های عرب و دولت های افریقا و حتی اروپا در مسجد کودکان می نشینند و در دستشان قرآن، یا زنها در دستشان قرآن در مسجد می آموزند. در این کشورها من هستم، اما در قزاقستان در بعض مسجدهای البته من دیده بودم که الحمدلله زنها داشتن در مسجد قرآن میخوندن. نماز هم برای زنها در آنجا من نیست، یعنی زنها به حضور در مسجد نماز هم میخوندند و قرآن هم میخوندند. اما در ما میدونیم که زنها حتی به مسجد رفتنشون ممکن نیست، کجا رود در آنجا رفته درس خواندن. یعنی برادرانی هستند که میگوین نه اینها پادشاه مسلمان هستند و باید اطاعت کنی. اما وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی تو رو به گناه امر کرد اطاعت نکن، این رو چرا نمیگید؟ مگر این گناه نیست؟ وقتی میگوید با حجاب به مکتب نه و به دانشگاه نه و زنها به مسجد نروند، از 18 ساله پایان به مسجد نروند، اینها بر علا گناه است. اینها رو کجاش رو گفته میتوانیم که امیر ما. اما اینجا چیزی که پیامبر گفتن بعد از من امیر می آید، آنها امیرهای مسلمان، مثلا بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از 4 خلیفه راشد، یعنی بعد از حضرت علی، دیگر مثلا فرزندان حضرت معاویه، نبیره هاشان و مروان ابن حکم و اینها تقریبا در همش ظلم بود. در یزید ظلم آشکار بود، مثلا در مروان و دیگه در فرزندهاش و حتی در فرزندهای هارون الرشید، یعنی در خلفای زمان عباسی، در اینها ظلم بود خواهرها. اما یگان تای اینها تقریبا بر علا ضد آیت قرآن، ضد حکم شریعت مردم را دعوت نکرده بود. برای نفس خود عالمه را کشته بود، برای نفس خود مثلا صحابه را کشته بود، برای نفس خود که کرسی مرا نگیرد. اما امتا مردم را از دین الله، از یگان قانون الله باز نداشته بود. اگرچه مثلا حاضر یعنی دولت های خلیج رو بگیریم، مثلا امارات و کویت و قطر و عربستان سعودی و اینها، یا دیگر دولت های عرب، لیبیه و سوریه و حتی مصر و اینها رو. خواهران عزیز، اگرچه کلن عادل نیست پادشاه این دولت ها، اما بر علا حجاب رو من کردن در اینها نیست، مسجد رو من کردن در اینها نیست. یعنی بر علا یک قانون را، یا درباره دوزنگی حتی در قانونشون هست که در قرآن که دوزنگی هست، دوزنگی من نیست. در تاجیکستان دوزنگی جرم است، معشوقه بازی و زنا حلال است. یعنی نگاه کنید که یا در ازبکستان یا در قرقیزستان هم این گونه حکما، نمیدونم، من از کانستیتوسی آنها بیخبر هستم، اما تا جایی که میدونم یعنی در آنها هم این گونه بر علیه دین قیام کردن هست. یعنی بعضی پادشاه‌های دولت عرب رو مقایسه میکنن پادشاه‌های بعد از استالین و لنینی این آسیای میانه و میگن برابر است، باید حکم کنیم. اما اینجا وقتی که میگوین، نگاه کنید، میگوین امیر ما، یعنی پادشاه ما مسلمان ها، که در او نماز دیده میشود، در او اسلام دیده می شود، اما یک ظالمی دارد، خواه و ناخواه ظلم دارد، یا به خاطر نفسش یا به خاطر چیز دیگر. انا به این ما قیام نمی کنیم. برای چی؟ برای آن که وقتی که پادشاهی مسلمان است، نمازخوان است، او از روی شریعت کار میکند، حداقل 70% از روی قانون قرآن کار میکردگی باشد، که دیگر در ما میدونید 5% هم از روی اسلام هیچ جا کار نمی رود. نه مسئله طلاق، نه مسئله نکاح، نه مسئله میراث. یگان مسئله ما به شریعت بر نمیگردد در دولت‌های پسا شوروی. مثلا مدت 10 ساله که من در مصر بودم و در دانشگاه ازهر در وقت ماجستری، ما هم قانون مصر رو میخوندیم، هم قانون اروپا و هم قانون اسلام رو، یعنی 3 قانون رو برابر مقایسه کرده میرفت. یکی از فنهایمان همین گونه بود و تقریبا میراثشون همش از روی شریعت است. تقسیم میراث یا نکاح، طلاق، خلع،
شیردهی به کودک، تقریبا اینها همش از جهت چی است؟ از طرف از به قرآن سنت نگاه میکند. اگرچه دولتی دموکراتی باشد تا این اندازه مسلمان است که ما در یگم مسئله به قرآن سنت برگشتگی نیستیم. و یعنی هستند نفرانی که تمام پادشاه ها را یک کرده. وقتی که میگویم در دنیا 56 دولتی مسلمان است، میگن انا همه اینها حکمانشان مسلمانند، بر ضد اینها گپ نزن، گپ زدی گناهکار میشه. آخر پیامبر گفتن که اطاعت امیر من اطاعت من است. اما امیر من گفتن پیامبر، امیری که از پی پیامبر می رود، حداقل در ظاهرش این گونه دشمنیش با اسلام رو آشکار نمی کند، دشمنیش با شعار اسلام، با اذان و با حجاب و با نماز و با قرآن رو آشکار نمی کند. این گونه امیر رو گفتن، نه امیرانه که آره در وقت کمک گرفتن از دولت اسلامی مسلمانی می روند، ما مسلمان میگویند، برگشتن دیگر مسلمان ها یگان آزادی ندارن. یعنی ما نمیتوانیم در کشورمون نشینیم زنها با هم درس کنیم، درس خواندن ما جرم است. اگر یک جا رفتیم ما همه رقصیدیم این آزادی هست. از کجا این رو با این امیر میگویی؟ یعنی فرق باید کرد. برادرانی که یا خواهرانی که به نزدیک خواهر با من در این باره صحبت کرده بود، میگه دختر امیران دولت رو باید اطاعت کرد. عزیزی من، امیر دولت مسلمان رو باید یا حداقل در ظاهرش دشمنی در اون نباشد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه گفتن؟ بعد از من می آمدگی امیرها، یعنی از روی شریعت حکم کردگی ها، اگرچه در آنها چه خیلی گفتیم در یک مسلمان که ظلم دیده می شود. و در قرآن الله میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اولی الامر منکم. و اولی الامر اینجا اکثریت همون امیر مسلمان ها میگویند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری است، میگن من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصى الله. کسی که مرا اطاعت کند در حقیقت الله را اطاعت کرده است. کسی مرا اطاعت نکرده است یا گفتیم از حکم من پافشاری کرده است، او به الله اطاعت نکرده است. و من یطع الامیر فقط اطاعنی. کسی که امیر را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و کسی که امیر را اطاعت نکرده است مرا اطاعت نکرده است. اما به شرطی که خیلی گفتم امیر نمازخوان دشمن اسلام نباشد، در او اسلام را دیده شود، در او نماز را دیده شود، در او روزه را دیده شود، در او چگونه که در دیگر مسلمان ها هست. مایان یعنی خواهران عزیز، در همون پادشاه های آسیای میانه حتی نماز عید دیده نمی شود. یعنی مثلا من میدونم عبدالفتاح سیسی نماز جمعه و عید می رود که هرچی باشد هم با آن همه ظلمش. یا حتی همون بشار اسد سوریه که اکثریت اهل سنت میگن و اصلا مسلمان است، او هم به نماز عید اشتراک میکرد مثلا. یا دیگر پادشاه های افریقا و مثلا دیگر دولت ها در نماز عید حتی دیده نمیشود. سبحان الله. بعد میگیم نه این هم همون جانشین پیامبر است اینها هم. بعد حدیث از ابوذر غفاری هست خواهران عزیز که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ابوذر غفاری میگویند صحابی جلیل، پیامبر به من وصیت کردند که من گوش کنم و اطاعت کنم اگرچه بالای سر من امیر یک برده یعنی یک غلام سیاه پوستی حبشی باشد که مویهای پراکنده دارد. یعنی بر سری تو کی پادشاه نشود، اما شرطش چی گفتیم از مسلمان ها او را اطاعت کن. و خواهران عزیز، معنای این چی هست؟ برای اون که چه خیلی گفتم وقتی که امیر مسلمان ها هست، دولت پابرجا است، مسلمان ها سردار خود را دارند، کافرها جرأت نمی کنند این دولت را نابود کنند. و اگر مردم علیه آن امیر برخیست یا گفتیم تظاهرات کرد و گفت این امیر رو از بین میبریم، در داخل جنگ داخلی شد، دیگر دشمن از بیرون قوی می شود و مسلمان ها چی می شوند؟ ضعیف می شوند. یعنی برای همین چیز، برای اینکه یک فساد بزرگ نشود، شما به خاطر یک دو ظلمش، یعنی ظلم کفر نه، جو مسئله ظلم است، در مسئله امیر مسلمان ها به خاطر چند ظلمش اگر بر علیه امیر بجنگیدید، بین خود مسلمان ها می جنگند و دشمن چی می شود؟ قوی می شود.
و در حدیث دیگر آن هم در بخاری است، پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند هر کسی که از شما در امیرش، یعنی در پادشاهش، در سردارش، که در اسلام امیر وجود دارد، پادشاه وجود ندارد، چیزی را دید که بد میبیند، پس صبر کند و از جماعت مسلمان ها دور نشود. کسی که از جماعت مسلمان ها یک قدم بیرون می شود، او گویا که در مرگ جاهلیت مرده است. در مرگ جاهلیت یعنی گویا که از اسلام بیرون مرده است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ مادامی که در سرت پادشاه مسلمانت هست و اگر بعضی ظلم ها در او دیده شود، هم که در خلافت اموی خیلی پادشاه های ظالم بودند و میدانید که بیچاره ابو حنیفه رحمت الله علیه از دست همون پادشاه ها، امیرهای مسلمان در اول خلافت عباسی از دست منصور خطا نکنم زندان شدند و حتی در زندان مردند. امام مالک حتی کتفشان شکسته بود که دیگر دست برداشته نماز خواندن نمیتوانستند، دستشان افتیدگی فقط نماز میخواندند، اینقدر زده که کتفشان را شکسته بودند. امام شافعی چند وقت زندان شدند، بعد از این 5 سال از نزد هارون الرشید دور شده، نتوانستند. با این همه که هارون الرشید دیگر یک پادشاه عادل است، اما به امام شافعی گفته بود که از نزد من نمیروی، که یعنی من بعضی چیزها رو شنیده ایستادم که تو گویا علیه یا بر ضد خلافت من گپ میزنی. یا احمدی حنبل رو دیگر میدونید از دست همین نبیره های هارون الرشید زندان شده و قریب مرگ به جانشان آمده بود. لیکن اینها یعنی به کفر نه و به یک چیزهایی که دربارش اختلاف است امر کرده بودند. مثلا سبب اساسی در ابو حنیفه رحمت الله علیه، من قاضیگی را قبول نمیکنم، من در نزد تو نمی نشینم، من در تو بعضی ظلم های رو میبینم که راضی نیستم، گفته بودن. اما بر علا مثلا علیه حجاب و علیه نماز و این گونه چیزها رو میدیدن، دیگر مسئله دیگر بود. برای همین اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ وقتی که اگرچه شما ظلم ببینید هم و مادامی که امیر مسلمان است و او نماز میخواند، شما چیکار کنید؟ بر ضدش بر نخیزید، برای اینکه برخستیم سبب اساسی اینکه نابودی است. مثلا خواهران عزیز، درباره همون مظاهرات یا چی میگویم تظاهراتی که ضد پادشاه میکنند و مثلا پادشاه را از تخت میخیزانند، مثلا لنین همین گونه به قدرت آمدگی هست. اگر درباره حکومت شوروی خوانده باشید، همون سال 1917 به قدرت وقتی که لنین آمده بود، اینها تماما همان وقت پادشاه، اون هم پادشاهی که دیگر چی بود، چی میگن، از جهت منارخیوی می آمدن، اینها رو نابود کرده بودن. این گونه چیز در تاریخ بعضن شده است، اما اکثریتش به فساد می انجامد. یعنی در مصر مثلا وقتی که در زمان پادشاه بودن حسنی مبارک بود و مردم آن را از بین بردن، یعنی در همون مدت من در همون جا بودم، باور کنید دزدی و غارت و تجاوز و چیزهای خیلی زیاد شده بود. و بعد از حسنی مبارک اگرچه مرسی آمد، پروردگار شهادتش را قبول کند، پروردگار از جمله چگونه که ما میشناسیم صالحین بود، یک مدتی کوتاه او را هم دیگر کافران نخواستند. انا حاضره اومدش هزاران بار، یعنی حاضره پادشاهی مصر هزاران بار از آن حسنی مبارک بدتر است، از جهت ظلم هم، از جهت بیرحمی هم، حتی بیرحمی بالای طالب علمان هم. یعنی طالب علمان در زمان حسنی مبارک خیلی در آسایشتگی بودن، طالب علمانی که از بیرون می رفتن حاضر این آسایشتگی و آرامی را ندارن. یعنی همون یا مظاهراتی که شد یا علیه پادشاه وقتی که قیام کردن، از نظر من و اکثریت به این هم هستن که چی در لیبیا، چی در سوریه، چی در یمن، چی در مصر، که این رو چی میگفتن؟ بهار عرب گفتن. سال 2011 و از آخران 2010 سر شد، خواهران عزیز تقریبا همش ناکام بود، یعنی هیچ خیری نآورد برای آن دولت ها. و مثلا آن پادشاه های همین دولت ها کمترین باشد هم اور ظلمش بود، اما نماز میخوند تا ظلمی که در جایهای ما هست نبود در آن. یعنی تا این قدر ظلم تقریبا در آنجا، چی در برای زندانیان باشد، چی برای دیگر و دیگرها باشد، نبود. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مادامی که شما اهل نماز دیدید، با شما نماز میخوانند و شما را به گناه امر نمیکنند اگر چی ظلم کنند هم، یعنی به گناه امر کردن چیزی دیگر، ظلم کردن چیزی دیگر است. اگر چی ظلم کنند هم صبر کنید برای آنکه قیام شما، یعنی
بر ضد او خستن شما به فساد زیاد، به کشاکشی زیاد، حتی به نیست شدن دولتتان می رود، مانند نیست شدن دولت سوریه که امروز دیده استودید پاره پاره هست، قسمش در ترکیه، قسمش روسیه، قسمش ایران، دیگر دولت در مستقلیت نیست، عموما مثل پیشتره نیست. و اینجا حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بهترین امیرهای شما، یعنی بهترین سردارهای شما آنهایی هستند که آنها شما را دوست می‌دارند و شما آنها را دوست می‌دارید و شما برای آنها دعا میکنید که پروردگار این انسان صالح در سر ما بماند و آنها هم به شما دعا میکنند. و بدترین امیرهای شما، بدترین والیهای شما آنهایی هستند که شما آنها را بد میبینید، آنها هم شما را بد میبینند، یعنی رحم ندارن به زیر دستان خود و شما آنها را لعنت میکنید و آنها هم شما را لعنت میکنند، یعنی بین شما و بین امیرتون اینقدر بدبینی هست. صحابه ها میگویند پیامبر افلا ننبذهم بسیف عند ذلک، مگر وقتی که ما او را از اون قدر بد میبینیم که لعنتش میکنیم و او هم ما را لعنت میکند، مگر با سیف علیه او بر ضد او نجنگیم؟ پیامبر میگن لا ما اقام فیکم صلاة، نه مادامی که با شما نماز بخوانند، مادامی که با شما نماز بخوانند، اهل نماز باشند، در ظاهرشان اسلام را ببینید. بعد از این میگن وقتی که به سر شما والی آمد، امیر آمد، مادامی که او شما را به گناه امر نمی کند، اگر خودش گناهگار باشد هم، خودش اهل گناه باشد هم، شما را به گناه امر نمی کند، در این وقت از طاعت او دست نپیچانید. و برای اینکه خیلی که گفتم بر ضد او، بر ضد یک مسلمانی که یعنی هرچی باشد هم در سرت هست و اهل نماز است، برخستن و جنگ داخلی چی می شود؟ سببی از بین رفتن آن دولت می شود. و یعنی مرگ چند صحابه یا گفتیم مرگ چند تابعین و اینها رو وقتی میبینیم، سبحان الله تابعین بودن، حتی صحابه های بودن که در وقتی مثلا حجاج والی بودن به عراق از دنیا رفتن و بعضی از تابعین ها ضد او قیام کردن، اما یگان تاش به خوبی به انجام نیافته بود. و اینجا خواهران عزیز یک چیزی به حد عجیب رو گفتگی هستن شارح کتاب که میگویند، گوش کنید، میگویند شما اگر خواهید که سرداران شما به شما ظلم نکنند، به همدیگر ظلم نکنید. سبحان الله. اگرچه این حدیث نیست اما به همین مانند حدیث رو بدن می آورند، یعنی میگویند میخواهی که اونی که در سر تو است به تو ظلم نکند، تو خودت به دیگران ظلم نکن، به یک دیگر ظلم رو بس کنید تا که دیگران به شما ظلم نکنند. در دیگر جا از مالک ابن دینار روایت می آورند، بعضی علما این رو میگن حدیث است، بعضی علما میگن نه این حدیث نیست، سخنی هست از حکمت ها، که اما اکثریت میگن حدیث است، اگرچه در سندش مشکلی است، اما حدیث خواهران عزیز در درس عربی به شاگردهای عربی هم گفته بودم، خواهرا در یادتان باشد. الله میگوید من الله هستم و من پادشاه پادشاهان هستم، دلهای پادشاهان در دست من است، کسی که مرا اطاعت کرد در قلب پادشاهش من رحمت میگذارم که آن پادشاه به خاطر اینکه این مردم مرا اطاعت میکنند به آنها رحم میکند، و کسی مرا اطاعت نکرد و به من گناه کرد در قلب آن پادشاهش من بیرحمی را میگذارم. پس اینقدر خودتان را با دعای بد کردن پادشاه آواره نکنید، بلکه توبه کنید و مرا اطاعت کنید تا اینکه پادشاه های شما را من هدایت کنم. سبحان الله. خواهران عزیز، همین حدیث را در طبرانی آوردگی هستند و بعضی از علما میگن تماما ضعیف نیست، بعضی ها میگن این در دیگر کتاب ها اصلش هست، مثلا سخن پیامبر نباشد هم در بعضی از کتاب های مقدس آمدگی است، اما به همین معنی حدیثی است که شما چه خیلی باشید همون گونه سردار شما میشوند. و یک بار ببینیم خواهران عزیز که در حقیقت بعد از پشت خوردن یعنی شوروی و بالای آسیای میانه این همه ظلم و بیدادگری آمدن، در حقیقت اکثریت مردم خلایق هرچی لایق است، یعنی لایق همان نفرانی هست که در بالای سرش هست.
مردمی که بجز رقصیدن و بجز موسیقی گوش کردن و بجز خودنمایی کردن و دیگر هیچ هدفی ندارد. یعنی نمی بینید که در فکر یتیمان باشد، نمی بینید که در فکر یتیمان یک طرف خش و تبار خودش باشد، آینده فرزندش باشد. مهم خودنمایی هست، مهم مردم را چی میگویند هست، مهم خوردن است، مهم پوشیدن است. یعنی ثروتمندان را یک بار ببینیم، چند نفر ثروتمند داریم که هدف آنها از پول جمع کردن صرف در راه الله است، رحم به مردم و خیر به مردم است. هرچی جمع میکنن قصر میپوشن، بعداً 1 2 3 4 زن میگیرن یا از آن هم زیادتر میگیرن. یعنی از بالا خیلی میخوایم به ما رحم شود، اما خودمون تا چه اندازه رحم دل هستیم؟ یعنی یک بار فکر کنیم همین چیز را. من همین حدیث را در یکی از کتاب ها پیشتر خوانده بودم، سبحان الله، که پروردگار میگوید شما بین هم رحم کنید تا آنی که در بالایتان کسی هست رحم کند. یعنی با همین معنا بود تقریبا، اما چند سال پیش بود. یعنی اینقدر بیرحمی رو میبینیم، یکی ببینیم که شاید ما خودمون هم اینقدر بیرحم هستیم. از داخل خانه‌مون شروع کرده، به فرزندمون شروع کرده، به همسرمون شروع کرده، به پدر و مادرمون شروع کرده، به پدر و مادری همسرمون شروع کرده، به حیوان‌ها شروع کرده. ما تو چی اندازه رحمدل هستیم و به دیگران خیرخواه هستیم و مهربان هستیم که این رو از دیگران انتظار باشه. یعنی همین مسئله خیلی جدی هست. چگونه که یعنی همون گونه که الله شما رو لایق میداند، کیف تکونوا یولا علیکم بود حدیث، همون گونه که الله شما رو لایق میداند بالایتان کسی رو سردار میکند. وقتی که مردم عراق از دست حجاج که بالای ما والی شد، درباره حجاج حتما یک صحبتی باید بکنیم خواهران عزیز، که ظلم بیدادگری و تا کجا رسیده بود. خیلی شکایت میکنن. یکی از تابعین بودن، خطا نکنم، میگن این مردم عراق از این هم بدترش لایق است. همین مردم عراق نبودن که پسر پیامبر رو یک جای کشتن؟ همین مردم پیامبر نبودن که حسین پیامبر رو تنها گذاشتند و با اولاد و با کودکانش مرد؟ اینها از حجاج هم بدتر به سرشان آید لایق هستند. یعنی اینقدر اینها ظلم کردن حتی در حق فرزند پیامبر که گفتن بیا ما دستگیریت میکنیم، وقتی رفت تنهایش گذاشتن. حتی سر حسین را گرفته اینجا و آنجا گران گشت لشکران یزید. اینها از حجاج هم بدتر سرشان آید اگر لایق هستند. یعنی بعضا خیلی غم میخورد، دل میسوزد. چرا اینقدر بیرحمی دیده میشود؟ مثلا خواهران عزیز، من زیاد به خواهرها میگم که زیاد به تاریخ نگاه کنید. وقتی که تاریخ خواندید، از تاریخ چیزهای می آموزید که از اخبار و از کینوها نمی آموزید. مثلا درباره هیتلر وقتی میبینید، من شخصا کتابش را خواندگی هستم، نبرد من کتاب دارد. اگرچه یک فاشیست بود، یک بیرحم بود، اما به مردمش او رحم کرده بود، به مردمی خودش. به بیگانگان بیرحم بود، به مردمی خودش خیلی رحم داشت. به خاطر همین هم او اینقدر با جنگ ها قدم مون که نمیخواهم یا نمیگذارم که نیمیس ها یا آلمانی ها چه خیلی که پیشتر بودن زیر سیطرت دیگر دولت ها باشد. یعنی همین گونه بود. از اون هم بدترش در سر مایان امروز هست، در سر ما باشد، دیگر دولت های همسایه باشد. چرا شاید خودمون اینقدر بیرحم هستیم؟ امتحان است یا که ما ارزش همین گونه انسان را داریم؟ ما خودمون مردمی هستیم که ارزنده هستیم که همین گونه در سر ما باشد؟ یعنی باید در این مسئله فکر کنیم. و همین سخن ابن ابی‌العز که میگویند میخواهید از ظلم خلاص شوید، ظلم نکنید، شعارمون باشد. خواهران عزیز، میخواهیم که کسی به ما ظلم نکند، چه در خانه‌مون، چه در دولتمون، در حق خودمون ظلم رو ترک کنیم، خودمون ظالمی نکنیم تا که بالای ما ظالمی نشود. مسئله دیگر مسئله جماعت است، ترک نکردن جماعت و از اختلاف ها دور بودن، یک جای بودن. الله نصیب کرده باشد درس دیگر همراهتان دوام میدهم.